ومعلمنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. برادران خیلی عزیز و گرامی، الحال که ما و شما به دعوت اهل این خاندان حضور داریم و در یکی از محفل های زنده شدن یکی از سنت های رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، الحمدلله رب العالمین که ما و شما شرکت داریم، از خدای بسیار بسیار مهربان دعاگوی او هستم که خداوند در این حیاتی که برای ما مقدر کرده است ما را دوستداری پیروی از سنت های حبیبش بگرداند و الله مهربان این خواهرچه ای که از دادر ما قاری جان به نام فاطمه نامگذاری شده است و انشاءالله من گمانم همه برادرای عزیز که هر کسی که وقتی فرزند نام میمانه، وقتی نام فاطمهش میمانه، در پیش چشمش همون فاطمه است، همون فاطمه ای که پیامبر گرامی گفتن او پاره از من است، همون فاطمه ای که هر کسی که گفت او را دوست می‌دارد مرا دوست می‌دارد، کسی او را بد می‌بیند مرا بد می‌بیند. من گمانم همه که نامگذاری خاص به خاطر همون فاطمه است و هر کسی را که میپرسه میگه نام دخترم عایشه است، نام دخترم حفصه است یا نام دخترم زینب است. برادرای عزیز، من اول الله را سپاسگزاری میکنم که امروز مردم ما از کی بودن اینها آگاهی پیدا کرده است. اینها عایشه را میشناسند، اینا فاطمه را میشناسند. من الله را اول سپاسگزارم و بعدا برادرایی که به این نامه ها دختراشون را نام میگذارند، شما دانید که فقط پیش روشان همین مادرای بزرگوار ما و شما هست و امید چونم به همینه که شاید که دختری ما هم راهی همونها را انتخاب میکنه، شاید همون فیضی که اونها داشتن، خیری که اونها داشتن، همین دختره که مدام پیدا میشود. الله مهربان این خواهرچه عزیز ما فاطمه را به همون تقوا، به همون شب زنده داری هایی که فاطمه داشت، خدای مهربان این خواهرچه ما را همون تقوا را نصیب گرداند و الله مهربان خودش میداند که اینجا شاید نفرهایی باشد که در انتظار این نعمت خدا هم دلهاشون میکشد که تا که اونها را الله دخترچه بته، بچه بته. الله مهربان هر کسی که در انتظار این است خواهشش همین است، الله مهربان اینها را به این روزهای خیر نیک برساند و از الله مهربان خواهانی هستیم که خداوند در این خاندان خیر و برکتش نازل کنه، آفت و بلاها را دور گردانه و الله مهربان میل ما و شما را، محبت های ما و شما را، خواهش های ما و شما را در این گونه صحبت ها، در این گونه محفل ها شنیدن و اشتراک کردن زیاد بگردانه. الله را بسیار سپاسگزارم برادران عزیز که هرگاهی که در کدام خاندانی که دعوت میشیم یگانه خواهش او خاندان همین است که یگان پند و نصیحت
در خاندان ما گفته شود. اینم برادرای عزیز یک چی گویم، یک خدادادی همین مردم ما های. وقتی در ذهنهاشون، وقتی در فکرهاشون بعضی آدم های را برادران من در محفل ها دریافت کردم، به خدا قسم که گریه کردن که حاجی بابا منم بسیار در همون محفل بی نهایت مقصد لذت بردم، در وجد آمدم، یکی دستی نارسا دارم که دوست می دارم که همین خانم در محفل شود که مردم فیراد کنم و پند نصیحت شود. حقیقتا برادران عزیز و گرامی، این محفل ها و این نشست ها بسیار خیلی بزرگی داره بی نهایت. از همین لحاظ است که آدمایی که درک کردن پس بینین چقدر آمادگی میبینن، چقدر تیاری میبینن و این گونه محفل آراسته میکنن. جناب رومی میگفت یک نفس در صحبت مرد خدا، یک نفس. برادرها سخنای عزیزای خدا همه معنای آیت حدیث هست. من هر مصره را میگم به مبالغه به خدا قسم، در زیرش حدیث پیامبر گرامی را آورده میتونم. یک نفس در صحبت مرد خدا بهتر از 100 ساله طاعت بارها. هزارها رکعت نافله بخوان، بعد 10 دقیقه که در همین جهت قال الله و قال رسول الله می شود، ثوابش برابر شده نمیتونه. خداوند دویم دعا کردن در کار که همین خیل نشستای ما و شما بردوام باشه. خدا همین نعمت شای ما و شما نگیره. برادران عزیز و گرامی، یک حدیثی را میخواهم به سمع شما رسانم. حدیث جناب امام ابو هریره روایت میکنند. جناب ابن ماجه و جناب بیهقی و امام منذری در کتاب الترغیب و الترهیب این حدیث آوردن. حدیث میخوانم، حدیث کمتر طولانی است، دراز است و بعد این انشاءالله معنا میکنیم و از خدا امید است که بعد گوش کردن این در ما و شما یگان دیگرگونی، یگان تغییرات یا پایبند شدن این حدیث پیامبر گرامی پیدا شود. جناب امام ابو هریره میگه پیامبر نازنین گفتن که این مما یلحق المؤمن من عمله و حسناته بعد موته علما علمه و نشره او ولدا صالحا ترکه او مسجدا بناه او بیتا لابن سبیل بناه او نهرا اجراه او صدقة اخرجها من ماله في حياته و صحته یلحقه من بعد موته.